عبدالله ابن هشام رضی الله عنه روایت میکنند که روز همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم میرفتیم و عمر رضی الله عنه دست پیامبر صلی الله علیه و سلم را میگرفتند و به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند یا رسول الله، شما برایم از پدر و مادر و از زن و فرزندم دیده محبوب تر هستید. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند نه یا عمر، ایمان یکی از شما کامل نمی شود تا آن دمی که من از خود او دیده برایش محبوب تر نباشم. عمر رضی الله عنه لحظه فکر کردند و گفتند یا رسول الله، شما برای من از خودم هم دیده محبوب تر هستید، یعنی من از خودم هم دیده شما رو بیشتر دوست می دارم یا رسول الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند الان یا عمر، اکنون ایمان شما کامل شد ای عمر. گفتند بله، ایمان یکی از ما و شما کامل و مکمل نمی گردد، ایمان یکی از ما و شما پره نمی گردد تا آن دمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما از پدر و مادر و از زن و فرزند و حتی از خود ما دیده بیشتر و محبوب تر نباشند. و یکی از ما و شما پیامبر صلی الله علیه و سلم را همین قدر دوست داریم که حتی از خود ما دیده بیشتر رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست داریم. اما همه میگوید، با دهان پره میگوید من رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست میدارم و دوست داشتن نشانه ها دارد و سه نشانه اساسی دوست داشتن این است که اگر یکی از ما و شما نفری را دوست داریم، همیشه در فکر و خیال او هستیم، همیشه او را فکر میکنیم، هر لحظه در فکرمان است. اینچنین نام آن نفری که دوست می‌داریم همیشه ورد زبان ما و شما است و همیشه کوشش میکنیم که پیرو او باشیم. هر آن کاری که آن میکند، آن نفر هر آن کاری که او دوست می‌دارد، ما و شما کوشش میکنیم همون کار را اجرا کنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر ما و شما حقیقتا دوست داریم، همیشه در یاد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه در یاد ما و شما بودن، هر لحظه امتی امتی میگفتن. آیا ما و شما در یاد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم؟ و آیا ما و شما هر لحظه نام مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم ورد زبان ما و شما است؟ آیا ما و شما هر لحظه اللهم صل علی محمد و آل محمد گویان به پیامبر صلی الله علیه و سلم صلوات میفرستیم؟ و آیا ما و شما پیرو حقیقی رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم؟ آیا در حیات ما و شما سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم دیده می شود؟ آیا گفتار ما و شما، رفتار ما و شما، مناسبت و معامله و اخلاق ما و شما مثل اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم هست؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم را عایشه رضی الله عنها وصف میکنند که کان قرآنا یمشی علی الارض، قرآن زنده بودند که روی زمین راه میگشتند. آیا اخلاق ما و شما، آیا رفتار ما و شما مثل رفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم هست؟ اگر این سه نشانه دیده شود، خوش به حال ما و شما و خداوند کند که ما و شما از پیروان حقیقی رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم و الله حق سبحانه و تعالی هر یکی ما و شما را به شفاعت حبیبش محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم مشرف گرداند.